گزارش از انفجارهای بندر عباس و تلاش‌های امدادی. تصاویر تازه از حجم ویرانی‌ها بعد از گذشت 24 ساعت از انفجارهای مهیب در بندر عباس، همچنان کانتینرهای بیشتری در این منطقه منفجر می‌شوند. آمار جانباختگان به طور قابل توجهی از ارقام اعلام شده فراتر رفته و برآوردهای منابع محلی حاکی از بیش از 100 کشته است. سپاه، اطلاعات و دیگر ارگانهای سرکوبگر به جای تمرکز بر مهار آتش و نجات آسیب دیدگان، امکانات خود را برای کنترل وضعیت و پنهانکاری درباره محموله‌های سوخت جامد موشک‌های بالستیک و ابعاد فاجعه به کار گرفتند. در این میان، تلاش‌های بی‌دریغ مردمی و گسترده هموطنان برای کمک به آسیب دیدگان شایسته تقدیر است. محمد سراج، نماینده تهران در طویله مجلس در خصوص انفجار در بندر رجایی، به سایت خبری رکنا گفت: این انفجار به هیچ وجه تصادفی نبوده و نشانه‌های واضحی از دخالت اسرائیل در آن مشاهده می‌شود. این نماینده مجلس اضافه کرد: وقتی در 4 نقطه مختلف انفجار رخ می‌دهد، این نشان می‌دهد مواد منفجره از قبل در کانتینرها جاسازی شده بود. نماینده تهران در مجلس افزود: کانتینرها یا در مبدا و از سوی کشور صادرکننده آلوده شده بودند یا در مسیر حمل و نقل و یا حتی توسط عوامل داخلی به مواد منفجره مجهز شده بودند. آنها دقیقاً زمان رسیدن کانتینرها به بندر را محاسبه کرده بودند تا بیشترین آسیب را وارد کنند. برفرض اگر اسرائیل هم در آن دخالت داشته باشد، باز هم نشانه حماقت شماست که چنین محموله‌ای را تبدیل به طعمه می‌کنید و باز نشانه جنایتکار بودن شماست که با وجود اسکله‌های اختصاصی سپاه، محموله نظامی را از اسکله تجاری وارد می‌کنید و در آنجا رها کرده و جان هموطنان بیگناه را به خطر می‌اندازید. سپاه اسکله اختصاصی دارد اما محموله نظامی را از اسکله تجاری وارد می‌کند. سوخت موشک را وسط اسکله و محیط شهری دپو کرده بودند. به اعتراف زرقامی، ما جو TNT میومد بغل کارمون، باید TNT میذاشیم سر جنگی دیگه. شما 5000 تا که میخواد موشک تولید بشه میشه 5 تن TNT. تولید یک هفتمون که اونجا میومد TNT، کامیونای TNT که تو گونی بود، پولکی بود میومد، بعد ما پودر میکردیم. شما حساب کنید مثلا راحت 30 تن TNT کنار دست یه مش جوون، یه دونه حراست و دژبانو، اصلا این خبرها کسی نبود، کسی نمیدونست. 1 کیلو TNT میتونه تمام اینجوری ساختمون رو ببره رو هوا. اون وقت چند 10 تن TNT کنارمون، یعنی یه دونه منافق اگه میومد اونجا یه چیزی میزد، اصلا کل اون منطقه رفته بود هوا، تمام شهرک‌های اطراف میرفت هوا. چندین تن TNT را وسط شهرک‌های مسکونی دپو کرده بودند. با قطار پوششی مواد ممنوعه جابجا کرده و حادثه انفجار قطار نیشاپور را رقم زدند. تاسیسات آب سنگین و غنیسازی را در منطقه باستانی الموت جانمایی کردند. از محیط‌های کارگری مثل الومینای جاجرم برای سوخت موشک استفاده کردند. سالهاست از مردم عادی و کارگر و شهرک مسکونی و فضای باستانی و طبیعی به عنوان هشتگ سپر انسانی برای پروژه‌های موشکی و هسته‌ای و نظامی سوء استفاده می‌کنند. بهنام آزاد نخواهد شد جامعه که به این باور رسیده که اعتراض هزینه دارد اما تسلیت نه. هواپیمای اوکراینی، معدن طبس، کشتی سانچی، متروپول، قطار نیشابور، زلزله سرپل ذهاب، سیل گلستان. اسکله رجایی شهر هم چند روز دیگر تمام می شود. برویم سراغ تسلیت بعدی و اهدای خون از جمع‌آوری کمک. پیام شما درود و آرزوی سلامتی برای هموطنان و عرض تسلیت برای فاجعه و جنایتی که توسط رژیم منحوس در بندر عباس اتفاق افتاد. سال 401 به خاطر 2 تار موی مهسا امینی رژیم مرتکب جنایت نچندان بزرگ شد و این جنایت موجب قیام مردم و انقلاب مهسا شد. حال جای سوال است که مردم با دیدن جنایت به این بزرگی و وسعت در بندر عباس و کشتار هموطنان هنوز چرا خاموش نشستند؟ مردم عزیز، لطفاً کلاهتون را بذارین جلوتون و به این موضوع فکر کنید.